امروز میخوایم ماشین رو لختش کنیم. رسیدیم به پارت دوم جمع کردن این ماشینی که قرار ازش یک ماشین فوق العاده خفن و نامبر 1 ایران ازش بسازیم. خب اول از همه ازتون میخوام این ویدیو رو برای تمام رفیقاتون بفرستین که توی جمع کردن این ماشین خفن همراهمون باشن. اول از همه ماشین رو بردیم تعویض پلاک کردیم، بعدش آوردیم داخل خونه که تمام قطعات این ماشین رو پیچ به پیچ و قطعه به قطعه باز کنیم و با آهن برسونیمش. شاید از خودت بپرسید چرا اینقدر داریم به خودمون سختی میدیم؟ ماشین حداقل 2 الی 3 ماه کاری باید توی صافگاه نقاشی باشه تا کاراش انجام بشه، چون میخوام یه بدنه فوق العاده خفن و زیبا ازش در بیاریم. توی این فاصله میتونیم حداقل داخل ماشین رو به یک سری جاهای خوبی برسونیم. همینجوری که داریم میبینیم پیچ به پیچ قطعه به قطعه داریم داخل ماشین رو باز میکنیم. توی پارت بعدی قراره یک جفت چراغ مورتی و یک جفت چراغ هلا روی ماشین نصب بشه، یک گلگیره آرسی نصب بشه، سپر آرسی نصب بشه و کلی کارهای خفن رو بدنه ماشین انجام بدیم. ممنون از رفیق که ما رو حمایت میکنید.